دکتر علیرضا آزمندیان در سال 1332 در خانواده مذهبی در تهران به دنیا آمد و تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در مدارس اسلامی و از جمله دبیرستان علوی تهران طی کرد و در رشته ریاضی به عنوان یکی از دانش آموزان نمونه از دبیرستان علوی تهران فارغ التحصیل شد و تحصیلات دانشگاهی را در مقطع لیسانس در دانشگاه صنعتی شریف در رشته مهندسی مکانیک طی کرد و همزمان با آغاز پیروزی انقلاب اسلامی در صدا و سیما به عنوان خبرنگار سیاسی و اقتصادی مشغول به کار شد. و توفیقات زیادی در حرفه خبرنگاری به دست آورد و با تهیه گزارش‌های از اوضاع و احوال سیاسی و اقتصادی کشور و سفر به تمام نقاط ایران و پاره کشورهای جهان شناخت خوبی نسبت به مسائل مردم به دست آورد و با حضور در جبهه‌های جنگ و تهیه گزارش‌های تلویزیونی از عملیات جنگی دلاوری‌های رزمندگان اسلام را در نبرد حق علیه باطل به تصویر کشید. وی اولین خبرنگار جنگی بود که به هنگام آزادسازی شهر خرمشهر به همراه رزمندگان اسلام وارد شهر شد و لحظه به لحظه جریان بازپس گرفتن شهر را گزارش کرد. وی پس از 6 سال کار پرتلاش و شرمانه روزی در صدا و سیما در سال 1364 برای ادامه تحصیل به آمریکا سفر نمود. فوق لیسانس را در رشته مدیریت مهندسی و دکترا را در رشته مهندسی و صنایع سیستم ها در دانشگاه کالیفرنیا ادامه داد و در این حال در رشته تخصصی خود در دانشگاه آمریکا به تدریس پرداخت. دکتر علیرضا آزمندیان ضمن 12 سال تحقیق و تدریس در دانشگاه‌های آمریکا و در عین حال با مطالعات علمی پیرامون قدرت فکر و تبادل اطلاعات با دانشمندان این رشته پرداخت و ضمن شرکت در کنفرانس‌های علمی تکنولوژی فکر سالها در راستای توسعه این پدیده بزرگ قرن تحقیق و تدریس نمود. سعادت واقعی در دنیایی که انسان با آرامش به دست می آید و موفقیت آسایش تأمین می‌کند. و سرانجام برای انتقال دستاوردهای بی‌نظیر تکنولوژی فکر به هموطنان ایرانی خود در سال 1376 به ایران مراجعت کرد و ضمن عضویت در هیئت علمی دانشکده فنی دانشگاه تهران و تدریس مباحث مهندسی، صنایع و سیستم‌ها در این دانشگاه و تأسیس مؤسسه فرهنگی علمی پدیده فکر اقدام کرد و با تشکیل کلاس‌های تکنولوژی فکر به بسط و گسترش این تکنولوژی در ایران پرداخت و با تحولات بزرگی که در نظام فکری و باورهای دانشجویان خود ایجاد کرد زندگی آنها را به طور کلی متحول ساخت. دکتر علیرضا آزمندیان پس از سفر به بیش از 50 کشور جهان از جمله کشورهای آسیایی، آفریقایی، اروپایی، آمریکا و کانادا و مطالعه مبانی ذهن، قدرت بیکران فکر انسان و با اشراف و مکانیزم‌های فکر، باور و برنامه‌ریزی سیستم ذره‌ای ناخودآگاه انسان امروز در خدمت مردم عزیز ایران است تا با استفاده از دستاوردهای علمی خود ضمن ایجاد تغییرات اساسی در نظام فکریشان و پالایش شخصیت آنان پرداخته و با ایجاد تحول شکل‌گرفته در آنها انسان‌های شاد و بشاش، هدفمند، با انگیزه، توانمند و مصمم، با شخصیت و اعتماد به نفس کامل و با عشق و امید برای زندگی عالی و پرحاصل برای ایران اسلامی تربیت کند. بنابراین ای عزیز دل من، معیار خوب زندگی کردن یک انسان که در وادی علم و معنویت و تقوا و ثروت و زیبایی ها باشد این است که در درجه اول برای خودش مفید باشد، برای خودش عاشق خودش باشد، علم یاد بگیرد، به آرامش برسد، به تقوا و معنویت برسد. ولی کافی نیست این نقطه. حالا باید بدهی به انسان‌های دیگر، زکات علمت بدهید، کمک به انسان‌ها بکنی، منشأ خیر باشی و این گونه یک زندگی شگفت‌انگیز را خلق کنی که هم دنیای آبادی داشته باشی، هم در سرای آخرت به زیباترین نقطه بهشت خدا بروی. آثار فرهنگی دکتر علیرضا آزمندیان و صورت مقالات، کتاب‌ها و سیدی‌های تصویری و صوتی برای ایرانیان داخل و خارج کشور عرضه شده است. با آخرین کتاب ایشان به زبان انگلیسی به نام Think Yourself Successful می باشد که توسط بزرگترین مؤسسه انتشاراتی آمریکا به نام مک‌گراهیل چاپ و در دنیا منتشر شده است و اخیراً این کتاب تحول آفرین به زبان عربی و چینی توسط همین مؤسسه انتشاراتی ترجمه شده است. روزنامه وال استریت ژورنال، پرتیراژترین روزنامه اقتصادی آمریکا، ضمن چاپ گزارشی در صفحه اول این روزنامه تحت عنوان تفکر مثبت در تهران، ضمن بررسی اثرات مثبت برگزاری سمینارها و همایش‌های تکنولوژی فکر در ایران، دکتر آزمندیان را به عنوان بزرگترین سخنران انگیزشی ایران و جهانیان معرفی کرده است. اولین مسئولیتت در مورد زندگی خودته. برای که تا خود را اصلاح نکنی نمیتونی جامعه را اصلاح کنی، تا خود را زیبا نکنی نمیتونی فرزند صالح تربیت کنی، تا خودت عاشق خودت نباشی نمیتونی عشق به کسی بدی. برای که انسان‌ها چیزی میتوانند به دیگری بدهند که خود داشته باشند.
لذا بلند شیم، دست بر از همدیگه بدیم و تفکرمون عوض کنیم، باورمون عوض کنیم. به خدا رزاق قسم که تو محکوم به سرنوشت نیستی.